عارف لازم نیم قربانت شوم لازم نیم وای وای بسیار خوب پراندی آفرین با تو مرا هم پران همه زیر آتش میمانند این دخترها باشد در آتش میسوزند عارف این بی‌ناموس را پران با این کار خاتمه گذار برادر من گفته بودم که همه یک جای میسوزیم من گفته بودم اکنون دیگر چاره نیست آتش علنگه میگیرد آتش ما را به کام خود میکشد زمان 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 آرام شو زمان خودت را بالا گیر آرام شو زمان تمام شد بابا آرام شو زمان اپا خدا از چی ما راضی باشد مرا از دست این درنده نجات دادید با مادرت وعده داده بودم شکر خدا که تو را صحت سلامت به دست مادرت میبرم بیا به این دخترها یاری دهیم مایلش آرام شو آرام شو احتیاط شو به همه جا بنزین پاشیدن اول گرد و اطراف را تازه کنیم مایلش نه صبر کن حالا ایست اول گرد و اطراف را باید تازه کنیم دختران را برید با آن طرف ببرید زودتر 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 ببرید زودتر به طرف قفا روید تو به من یک نگاه کن بی‌شرفی بی‌ناموس این بی‌شرف را بینید حالا هم میخندد حالا ایست به تو نشان میدیم حالا من تو را مثل حیوانهای سیرک رام میکنم حمله عارف او برای از محکمه آزاد شدن این رفتار میکند فریفته این احمق نشو باز مرا هم جزا ندهد رفیقان همه در دست سلاح گرفته قهرمان شدن میخواهند فرض کردیم که در بینای دیگر آموزش اسنایپریست ها میگذارد هنرآموزان زیادند گویا چند نفر آنها کامیاب میشوند 2 یا اینکه 3 نفر برای گفت و شنید کردن صبر لازم زاری کردن لازم حادثه را پیخست کردن لازم البته کاری دشوار است درست گفتید نامتان چیست؟ صالح سرکمیسر تعینات مخصوص 15 سال با فکرم از خانهای من نرنجیدید اگر میرنجیدم حالا مرا اینجا نمیدیدید حالا در شعبه شناسنامه‌دهی فعالیت میکنم یعنی موقتی بسیار خوب
شما رو انتخاب میکنم دانست نگیرید. مایلش. سومن التجا میکنم با عارف یکان چیز گوی به خدایت. این حیوان رو هر کاری که میخواد کردن گیرن. عارف او را سر بده. عارف برادر نکن. آتش زن تا کار انجام یابد. این کار خاطی بده. ما که حابس ما رو با آتش داده بودیم. آتش زن تعیینات مخصوص جزا نمیدهد. ما سود نیستیم، اما برای به محکمه رفتن و جزا گرفتن راه خطر در دستی ماست. تو ترسانچک هستی، ترسانچک. زندان برای جاهلان آتش جهنم است، اما برای عاقلان سبق زندگی. معلوم نیست یک عمر زندانی میشوی. اگر در نصیبت چقدر آب باشد همان را نوشیده پلیدانه زندگی میکنی. خوش به حال ما که امروز به دعای که چندین پدر و مادران مشرف گردیدیم. بیایید می رویم رفیقان. عارف برادر عزیزم. اپا خدا را شکر. سلامت باشی. سپرهای امنیتی را کشوید. عملیاتمان خاتمه یافت. پیروزی مبارک باشد. پیروزی مبارک رفیقان. دستوری ما بسم الله. دستوری ما بسم الله. آفرین، ماشین را خوب راندی. حالا باشد از پی کار. شما چیکار میکنید؟ میرویم. ینگه دست تو امتحان میگیرد. جوره چی خیلی امتحان؟ امتحان برای داماد شدن. این کارها آسان نیست، اما من به تو باور دارم. ایها من مردم به خدا. من با شما گفته بودم
دخترمان رو نجات میدهند. زودتر بیاید. آمدم خانم. خدا رو شکر. آقای سردار، عذر میخواهیم، با هیجان آمدیم. ما پدر و مادری عزیز هستیم. بله با هیجان آمدن این کاری طبیعی است. باور کنید که من هم نفسی آسوده کشیدم. فرزند بهترین نعمت است آقای سردار. البته که این همین خیل است. با خدا این حادثه به من تأثیری سخت رساند. رفته از کار اجازت گرفته دخترم را زیارت میکنم. شما راست ایستاده مرحمت چینید. آقای سردار قهرمانان همه‌شون به شعبه در آمدند. ای شیرکانی من، زودتر رفته دخترتان را پیش باز گیرید. رفته. بسیار شدم. دختر جانم. دخترم. مادر جانکم. جانم شوی جانیوچه. مادر جان، خیلی که وعده داده بودم. دخترتون را آوردم. شیرانی من، شیر بچه های سلامت باشید. هر مراد مقصودی که داشته باشید خداوند برآورده خیر کند. آمین. سلامت باشد. وظیفه امروزمان اجرا شد. خدا را شکر عارف. هر وقتی که پدر و مادران را در این حال میبینم شکر پروردگار میکنم. شکر که در تعیینات مخصوص کار میکنم. دیگر هیچ چیز لازم نیست. انا همین خیر. خدا را شکر. میرویم ظریف. میرویم. ای جورا، آخر نه از عملیات برآمدیم. مونده و خسته شدیم. آخر نمیشد که یگان وقت دیگر میرفتیم ها؟ نمیشود. کار را سری وقت کردن لازم. تو از امتحان گذر، پس منتظری نصیبت شو. ای جورا باور کن، این کار برای من بسیار هم مشکل می شود. نه شرم کردی و نه خسته شدی اکا. شخصی که امروز با عقلانه رفتار کند فردا به ترس معامله می کند. تو این سخنها رو از کجا میابی؟ وقتهای آخر در سیمای تو عالم رو میبینم. چرا؟ بکی ساله گفت آخر ما میخونه برادر. کنده نیستیم که کنی گذر. مایلش خوب شده سکا. سلام علیکم. سلام علیکم. بسیار خوب. مایلش تا باز. مایلش اکا سلامت باشید. مناسبت شاهین با من یک معمای سربسته است. بخیر است عارف؟ شاهین درباره من معلومات‌هایی را می‌داند که خودم نمی‌دانم. گویا که او سال‌های دراز کاتب من باشد. خدایا توبه. پس چی نقشه داشته باشد؟ این را فهمیدی؟ این موضوع همیشه مرا عذاب می‌دهد اما آن را آشکار نمی‌کنم. دیروز یک کس زنگ زد، برای یک سخن نصف شب زنگ زد. گفت که از شاهین احتیاط شو، مشکلاتتان را با معامله حل کنید. او کی بوده است؟ چرا یک انسان بیگانه به کارهای شما دخالت می‌کند؟ من هم در همین اندیشه‌ام. آدمی را که نه دیدم و نه میشناسم اما در این کار هم یگان اسرار هست دارید. اما تو کاری کرده دریچه سیر و اسرار را کشا. آیا با کی تعلق داشتن رقم تلفن را میابی ظریف؟ حل میکنیم عارف. بسیار خوب برادر، من رقم تلفن را به تو میدهم. وقت یافتم معین. مایلش برادر حل میکنیم. برادر جانی من. آرام شو، حل میکنیم. من بعد کامپیوتر و اینترنت را تنها برای درس‌هایت استفاده میکنی. وعده میدی؟ وعده میدهم. این حادثه برایم چنان درس عبرت شد که نه به دیگران وا میخورم و نه صحبت میکنم. آفرین. اپا خوب هستی؟ سومن حالت چطور است؟ خوبم.
монда шудам. ҳаяҷон баъзан ин хел ҳолатҳо мешавад. аҳамият надеҳ. ман рафта дасту рӯямро шӯям мегузарад. чӣ шуд? чӣ оё апаи суман бемор ҳастанд? суман барои туро наҷот додан ҷонашро тариқ надошт. медонам. ман чӣ коре накунам ҳаргиз некӣ ӯро баргардонда наметавонам. агар ба гуфтаи ман амал намоӣ, харҷи ӯро адо мекунӣ. ӯ туро бисёр дӯст медорад. бо ту сахт онс гирифт. гӯш кун. апаи суманат бемор аст ва ба ҷарроҳӣ эҳтиёҷ дорад. аммо ман ӯро розӣ карда натавонистам. чой нӯш. ҷур аз барои худумат дари ғарқ мешавам. гӯё хизматда карда бошӣ. дар хизмат чойро дар пиёла меоварданд. чӣ шуд? эй бародар, бо ярохи вазнин ман тир мепаронам, аммо дастам намеларзид. о чаро меларзӣ? эй ҷура, ба худо ман ин кори хонадориро нағз намебинам. ман барои хонадор шудан омода нестам. ба қувват бош, бо виқор бош ака. ман ҳам ҳаминро гуфтаниям. ака, ман ба як қарор наомадам. омода нестам. илму дониш инсонро аз шубҳа, хубӣ ине ки инсонро аз азоб ва бовиқор будан инсонро аз тарсу ваҳм наҷот медиҳад. бисёр зебо гуфтӣ. инашро ҳам хонда омӯхтӣ? акаи солеҳ гуфт. ман бояд гимнастикаи сар кунам. гимнастика не, гимнастика. чизе набошад. омадам. агар шерва 4 сер шуда бошанд, имтиҳонро сар мекунем. чӣ шуд ака? шах шуда мондӣ? ҷуро аз ин боғча чӣ мебарорад? боз қалин нагӯӣ. ستون خاندان ما، برکت خاندان ما شمایید. روزهای سنگین پشت سر شد. شکر خدا، خدا شفا دهد. تشکر پسرم. خدا شفا دهد. 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 بیا میرویم پدر. در خانه منتظر ما هستند. سالهای دراز در حسرت بودند. زودتر به خانه میرویم. پدر، ما این روز را بسیار انتظار بودیم. قامت راستی تو را بسیار یاد کردیم. روزهای تلخ. اکنون همش گذشت. پسرم در زندان بسیار مشکل. بسیار مشکل. پدر جان، از این پس همش نصب میشود. انشالله خوب میشود. تشکر. از این سلامت باشه. سلامت باشه. آی راننده، زودتر ماشین رو هی کن. آخر ما توی داریم در خانه. خوب شده است اکا. پدر چی شد با شما؟ راننده، زودتر هی کنید. زودتر باشید. پدر جان، التجا میکنم. پدر جان، آخر نام به نزدمان آمدید. ما رو تنها نگذارید. ما رو از خودتان محروم نسازید. های زودتر باشید. عزیزه برم. پدر و مادرت منتظرند. апа омадам ки бо шумо суҳбат кунам. ба хайр аст.
агар ягон мушкиле дошта бошӣ гап зан, метавонӣ ба ман бовар кунӣ. шумо ба дарди ман даво шудед. акнун навбати шумост. زودتر انتخاب کن. این بسیار ناز کرده انتخاب میکرده است. کارم مشکل میشود. اپا میدونه چی؟ امروز من کمی مونده شدم. نمیشود این کارو یگان وقت دیگر کنیم. برادر تو زید سخنهای ینگت میبرایی. نباشد اینش رو انتخاب میکنم. انا بین این هم یک اشاره هست. سادش رو انتخاب کرد دیدی؟ سادش چه معنی دارد؟ چشمانش در مالی زیاد نیست. آفرین، کارت را خوب میدانسته ای. شما حیاتی من رو نجات دادید. فکر کنید مثل من چندین نفرانی دیگر هستند که محتاج به کمک شما میباشند در پس من. یعنی من تنها این کار رو انجام ندادم. کاری مدت جمعی است. اگر برای خودتون بترسید برای من بر اینها باید جسور باشید. اپس من و دیگر جوانها به کمک شما احتیاج داریم. باید این جراحی رو باید بکنید. من از شما جان قرض دارم. اگر روزی باشید من همراه شما به بیمارخانه میروم. در نزدتون ایستاده همه کارهایتان رو حل میکنم. عزیزه بیا آهسته آهسته به خونمون میرویم. همه نگران میباشند. البته میرویم. از شما عذر میخواهم. مایلش عزیزه. سخنهایم رو خوب فکر کنید اپا. برای دیگران رو زنده کردن باید شما زنده باشید. برای زنده ماندن باشد باید خودتون رو نگاه کنید. سلامت باشید. ینگه حالا چیکار میکنیم؟ تیرپرانی میکنیم. تیرپرانی؟ ینگه آیا برای خانه‌دار شدن تیرپرانی میکنیم؟ ما به آدم های ضعیف و ناتوان دختر نمیدهیم. انا این رجب قریب بود که مرا به زنی گرفته نمیتوانست. در لحظه های آخر اپم را قنات بخش کرد و مرا گرفت. آیا شما اویلوی این خیل میکنید؟ رجب جان این بکره دنیزی ها مانندی دارد. انیق مانندی دارد. دیدی چه خیلی او را فهمیدم. البته این برای تو شرف است. شاید از مهارت ینگت آموزی. این خیلی نکنید. نباشد به حولی می رویم. رجب حاضر ما به حولی رفته جای رو تیار نموده کار رو سر میکنیم. زودتر. خودت مرا راضی کرده نتوانسته عزیزه را به نزدم روان کردی. آخر تو مرا گوش نمی کنی جانکم. به خودت رحم نمی کنی. می ترسی که صاحب فرزند نمی شوی. اگر دیگران را نجات دادن می خواهی باید اول فکری سلامتی خودت را کنی. برادر زودتر باشه. زودتر پدرم میمیرد. آرام شوید. دکتر در کجاست؟ آرام شوید. حاضر می آید. چکن حاضر می آید؟ باید آمده باشد. باید در آستانه در منتظر بشد. آمدم. کجا میگردید؟ جناب اجازه دید بیمار را بینم. اگر با پدرم یکون حادثه شود همه شما را آتش میزنم. خداوند رحمتشان کند.
در زمان خلافت حضرت عمر با نام ابو عبیده سرلشکری بود. در شهر امواس لشکر مسلمانان گرفتار کسلی وبا شد. حضرت عمر خواست که آن شهر را زیارت کند. وقتی به او گفتند که در آنجا بیماری وبا پنهان شده است، از راهش گشت. به او گفتند: ای حضرت عمر، چرا به شهر وبا زدن نمی درآیی؟ آیا از تقدیر الهی می گریزی؟ اگر خداوند در تقدیرت نوشته باشد از آن گریختن نمی توانی هیچگاه. سوال خوب. البته سوال خوب، اما جوابش باز هم خوبتر است. حضرت عمر گفت به فرمان خدا اطاعت کرده، احتیاط نموده از یک تقدیر الهی به تقدیر دیگرش پناه میبرم. به فرمان خدا تابع شده، احتیاط کرده به تقدیر پناه برده است. بیماری که به سر تو آمده است با فرمان خدا طبابت را طلب میکند. این یک نوعی احتیاط می باشد. اصلا دکتر و دارو یک سبب می شوند. تقدیر باشد از جانب خداوند است. یعنی همه ما طبق تقدیر الهی زندگانی میکنیم، اما باید احتیاط کرده سعی و کوشش کنیم. همه خیلی خداوند کریم است. سلامت باشی. انا برای همین من تو را دوست می‌دارم عارف. تو وقار ارادت را از ایمانت گرفته ای. برای همین دیگر هستی. تو این را از سر مهر و اخلاص میگویی، من تنها سعی و کوشش میکنم. یعنی مثل مورچه‌ای که در راه زیارت کعبه روان است. انشالله. آنیزه کاریا دارد. سیاهی چشمانش نور را حس نمیکند. چه یگان ضربه خورده است؟ چه خیلی ضربه دکتر؟ در راه بودیم ناگهان افتیده بهوش شد. احتمال رگ چشمش کپیده است. مرا دیوانه نکنید، فهماتر گپ زنید. شاید رگ خونی سرش کپیده باشد، درحال رنگین کردن لازم. رگ خونی سرش؟ آه نباشد، زودتر شوید، زودتر باشه. زودتر شوید. زودتر شوید. پدر! خانم، از حاضر گفتمانم این آدم بهترین مرگنی مملکت به شمار می رود. من هر خیل پروندن را پسند نمی کنم. با تپانچه پروندن لازم. به نام خدا راست میگوید. من با تپانچه آنقدر خوب پرونده نمیتوانم. و من فرقش نیست برادر. اگر دختر را گرفتن خواهی همش را میپرانی. آخر من دختر رو حالو ندیدم. دیده چی کار میکنی؟ من برای تو از همه زیباش رو میابم. خانم بسیار خوب پروندی. هر روز با اصول نو. نام تو چیست؟ ما او را کارلس میگوییم. این چه نامه باشد؟ آخر او از سکاری است. رقمی شهرشان 54. کنی پروند بینم؟ اکا نلرز کار را رسوا میکنی. ای کوری نمیبینی؟ پروندن هم نمیتوانی کو؟ باز تیر پرانی ماهیر بوده ای.
چیکار کردی؟ دختر رو از دست میدی؟ من تو رو خانه‌دار میکنم، قرار دادم. آدم بر این پران. بایلش میپرونم. بیا بیا. زودتر. زود باش. زودتر. برای تو یگان دختر نیست. تا این خیلی نپرانی و تو نه دختر میدیهم، نه اسب میدیهم و نه سیلا. وای بر حال تو. ای نابکار. آقای دکتر، من خودم را خوب حس میکنم. قرار دادم که پگاه سحر اول به بیمارخانه میآیم. خوب شده است خانم سومن، حتی برای آمدنتان شاد میشوم. من همچنان دردی دارم که نپرسید. شاید از شما کمک خواهم. البته کمک خود را من از شما دریغ نمیدارم. تشکر آقای دکتر و شما برای کار. ای ای قصدن کردیان برای خاندار نشدن. نه جوره، آخر من با این سلاح آتا نکردم. باز من رو برای خاندار شدن مجبور کردی. تو از من چی میخواهی؟ از این پس برای من کارلس وجود ندارد. اکنون تو برای من تنها یک تونوکه، لوحه تونوکگی 54 ای جوره چی خیلی نکن، من رو دیوانه نکن. 54 مانه بولتا من هم برای خود یکان نقشه دارم. البته خدایا توبه. با من خبری نگده، خبری خوب. نباشد تو را در قعر زمین میگورانم. هرچی از دستم آمد کردم. حالا در وزنین خونه. باقی کار در دست خداوند است. در تقدیرش چیزی باشد. من نمیدونم دکتر. او باید زنده ماند. اگر یگان حادثه شود از تو میبینم. تو پدرم با پا نخیزد یگان کس از بیمارخانه نمی رود. خوب شده است. پگاه بر وقت به بیمارخانه میروم. اپای سومن با که اوریف خبر نداده؟ نه ندادم. باور کن غرض تو دیگر هیچ کس نمیداند. التجا میکنم با کسی مکن. اگر با که اوریف خبر میدادید بسیار نرز میشد اپا. این خیلی برای من آسان‌تر میشود. انشالله این کار را به انجام میرسانم. برای دستگیری تشکر.
سلام علیکم. علیکم سلام عارف. ظریف تو نمیروی؟ زودتر باش. از پی سپارشی تو میباشم. کمی دیگر به خدا که از تو خلاصی نداره برادر. اگر من چی بودن این حادثه رو کم و بیش میفهمیدم بسیارتر کمک میکردم. تو همان نفری را که به من زنگ زده بود کافتیاب اون طرف کار خود به خود حل میشود. من هم از پی کار هستم. نیم ساعت پس تمام میشود. سحر باز درس. اینجا سرم را مانده خواب میکنم. تو بیرم. مدت دراز است که معده‌ات کار نمیکند. با دستگاه ها آواره شده از شیش کباب و سیخ کباب دور مانده مکه. راست میگوی عارف. من هم در حسرت نشستم. بیا یک سیخ کباب و شیش کبابی بالازر تیار کرده صحبت کنیم. گوش کن، اگر زنده مانیم و به نفقه برایم همراه یک طربخانه بدباهی میکشیم. اگر تو به نفقه برای آشپز میشوی. البته در نفقه بهترین کار ضیافتخوری است. راستی مسئله آشپزی برای من چندان مهم. خیر میلش. من رفته شکمم را سر میکنم. گپی خوردن را که سر کردم گرسنه شدم. برای مشق پگاه روزی نیرو میگیرم برادر. شاهین در درزیدی ما برآمد نکنه. با من گوش کن، تو پروای او را نکن. من خودم علاج او را مییابم. تو آرام باش. میلش. تأثیر این سحر و جادو کی میرسد؟ من باز چقدر انتظار شوم؟ یگان تغییرات نیست؟ دختری من کمی تغییر یافته است، اما دامادم نه. آیا ایماندار هست؟ نپرس. مولای تپه تیار همیشه در زبانش کلمه الله و پیغمبر است. نماز میخواند؟ همیشه سالهای دراز است نماز میخواند. برای نبیره من عبرت میشود. نمیخواهم که نبیره من مثل او شود. این سحر و جادو به انسان‌های با ایمان به آسانی تاثیر نمی‌کند. این نگو. تو چرا از اول نگفتی؟ اکنون چیکار میکنی؟ اگر به واسطه دختر یگان تاثیر رسد میشود. السلام علیکم و رحمت الله. خدای خداوندی کریم به درد همه شفا ده، به درد من هم شفا ده. خدا دیگه چو جانور چو. خدایا به این زیباگی نگرده. سلام علیکم برادران. سلام علیکم. برادران انشالله این در راه خدا صدقه می شود. انشالله. این را با عائله های دختران در عملیات نجات داده‌مان تقسیم میکنیم. انشالله. انشالله. خداوند قبول کند. آمین. 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 به نام خدا و در راه خدا. الله اکبر. برادران کسی که در دوی امروزه آخران شود برای همه خوراک میخورد. چند دور دیگر میدویم؟ کمان صبر کن. از تیرپرانی زیاد تو تنبل شده ای. رجب در این موضوع تو چی فکر داری؟ نمیدونم اکا. واید با 54 دیگر با من سوال ندید. بخیر است برادران. بین شما گربه سیاه گذشته است. از براش گذاشتم. تیرپرانی شد با او گید با من رقابت نکنه. جورا با خدا دلی مرا میرنجونی. شاهین اگر از خفا آمدن خسته شده باشی و پیش گذر. همینجا خوبم. مسابقه میکنی؟ عارف منی نکن. اصد نگذاران. گردی میدان یک دور میزنیم.
سر کردیم. رفیقان به فکرم درس امروزمان بسیار مشکل میگذرد. اکا من از اینها مهارت بسیار هم خوب انتظار هستم. راضی هستی؟ کسی به دست من رسد غالب میشود. از جانی نبرآمده امید کنده نمیشود. دفعه دیگر انشالله، دفعه دیگر. رفتیم برادران، دوام میدهیم. رفتیم، دوام میدهیم. دوام میدهیم. عزیزه جانکی من برای من شده آمده. عذر میخواهم شما را آواره کردم. سحر بر وقت زحمت کشیده برای من شده آمده. عذر میخواهم. دخترم این خیل نگو. وقتی که عزیزه حادثه را با ما نقل کرد آمدیم. عزیزه با تو میستد، تو را همراهی میکند. ما باشیم زود زود تو را خبر میگیریم. بسیار متشکرم. رفیقان شرط نیست که کارمندان تعیینات مخصوص جثه کلان داشته باشند، مگر فیل چالاکتر است یا اینکه اسب تازی. اکا فیل گفته شاهین رو در نظر داری. انا همین دور رفیقان دیدید؟ زودتر زودتر رفیقان زودتر. برادری من چی شد؟ 34 میگذرد یا 54؟ حرکت ناجا نکن. چی شد؟ برو بچه برای جر میکنم.